سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم با ادامه گرند کلاسیک چلنجمون. چرا پریده؟ وا، یعنی چی آقا؟ من الماس پرداخت کردم، چرا پریده؟ کی پاسخگوه؟ کلش رویال دوست. حاجی من بابت این پول دادم، من بابت این سکه دادم. کلش رویال دوست، کلش رویال کسافت. آقا ولش کن، قضیه همون کنکله. پس آقا امروز میخوایم با این مود کلش رویال برای اولین بار یه ویدیو بگیریم، ببینیم که قضیهش از چه قرار. آقا اگه سوتی چیزی دادم بهم بگید، چون خیلی بلد نیستم با این کار کنم. یه بازی هم ببرم بالا. خب مچه اول رو ببازیم اکسیر بگیریم. بذار ببازیم اکسیر بگیریم، ببازیم که اکسیره رو بگیریم سریعتر، بسیم نیروی بهتر بگیریم. این برخلاف مودهای اصلی کلش رویال که میشه کلاسیک چلنج و لیگ و تروفی و اینجور چیزا، تو اگه 10 ساعت هم توی این مود پلی بدی اصلا فشاری نمیشی. ولی ها کافی 3 دقیقه یا یه مچ بتونی توی اون کلاسیک چلنج یا چیزای اصلی پلی بدی، دیوانه میشی، رد میدی رسما، مغزت نمیکشه، خیلی چیزا رو مخیه. و آره این خلاصه مودیه که باعث میشه ما کمتر فشار بخوریم. اینم باختیم بچه، اینم باختیم، نمیتونم کارش کنم اینو، متاسفانه نمیتونم کارش کنم، مگه اینکه اون کوین نامریشه بشه کارش کرد، که اونا فکر نکنم. کوین نامریشو، کوین بردیم بنازم به یک تانک خوب نیاز داریم که احساس کنم مگانا تانک بهتریه. ولی این گوگلی ماشین هم موشکش اذیت میکنه ها. فکر کنم باید بریم بهتره. بچه جدی میگم، این نوب سگ بازی در میارم، خوشم ندید، بلد نیستم با این مود بازی کنم. موشک درب کن دیگه لامصب، گفتم تو موشک درب میکنی، حالا چه باخت بدی میدیم. بزن اون گلدن نایت رو بکشد دقیقا. اشکالی نداره، نگاه رو میاریم، اینا رو هم اصلا میگوشاییم. وای خودی این دارت گوبلینه نیزه زنش دهن ما رو قرار سرویس کنه. عجیبه، ولی نمیدونم چرا هیچ بنی بشری از این مود کلشوال ویدیو نمیذاره. اینا اولا اومدن 4 تا واکت رو گذاشتن، بعدش یه بوسیدن گذاشتن کنار این چالشو، نمیدونم چرا. یا ابوالفضل حاجی اون اسپیر گابلینش چه دمیجی میده. حاجی اینم باختیم. کوین جون مادرت نامرئی شو. همچنان باختیم بنازم. خیلی نوب سگم تو این چالش هایی اصلا بلد نیستم بازی کنم. یا من نوب سگم یا واقعا کارت که بهم میده به دردم نمیخوره، نمیدونم. اوه این خوبه. آقا این مچ رو ببازیم. مچ اول که قطعا میبازیم، چون 5 تا اکسیر 4 تا اکسیر رو مفت بهمون میده و با ایشون ببازیم مهم نیست خیلی. آی بزن نزدی، اب نداره بهم. اینا هم بردن. خب گوبلین ماشین رو بگیرم، دوباره گوبلین ماشین رو بگیرم، مگانایت یا دارت گوبلین. فکرم دارت گوبلین بهتر باشه فعلا بخوام بگیره. کاش مگانایت هم میگرفتم. نشده نداره. بزنه ای آرچر با غیرت. بابا آرچر من نزن پدر سگ.
آها حاجی نبازیم خدا وکیلی. ستمه. باختیم اینا. دارت گوبلین خر نگرفتشون بربره که دهنم اونو سرویس کردم یه دونه. اب نداره. دارت گوبلین. ایو. مگانایت دردمون نمیخوره. جاشون کنیم و صبر کنیم. صبر کنیم تا این مچ. وای یارو همش تانکه. میشه کاریش کرد. احساس کنم اینو بیاریم که فلجشون کنه بهتره. آره اینجوری خیلی بهتره. یا حسین جد آوردم اینو. اون الان بوم میشه کم اذیتشون میده. بابا بزنیدش. نوازیم ستم خدا وکیلی. بابا کارتام خوبن دیگه چرا هزار تا زور دارم میبازم من. ایول چقدر عالی دارم که بازی میکنم. هی ریدم با این بازی کردنم. یه کارت خوب بهم بدی لطفا. مگانایت یا پرنسس قانچلی رو بندازیم بیرون. جلادم بیاریم. آن جلاد رو نمیتونم بیارم. اوکی. بزنید بزنید بزنید. بابا اون گوست پدستگ و نگاه نامری شده. حاجی اسکلتون جاینت خیلی سوپره تو این مود. یعنی 3 ستارش کنید یا 4 ستارش کنید قشنگ مشو براتون در میاره. و کارت خفنیه. به هر حال مگانایت آرچر. ای دستم خورد. وای لعنت به خودم دستم خورد. ببینیم ترکیب این داشمونو. بابا از اینم فکر کنم باختیم نمیدونم چرا. دستم خورد آرچر رو دادم رفت. بزن 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 با غیرت. دمت کم با غیرت. بزن 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 بزن. آخ بردیم. حذفش کردیم از اینقدر نیرو داشتیم. اوکی عالی شد. او حاجی شانس آوردی یارو. یه دونه میخواست تا حذفه. چی به من دادی؟ اوکی بومبر دارت گوبلین. بومبر رو نمیدم. همینا خوبن. یعنی این میبازه نمیتونه بزنه. آره اوکی بریم واسه این دست ببینیم چه میشود. اون لامصب گوبلین ماشین و گوست هم خیلی خوب میشن. گوست همینجوری این حاجی نبازیم. پشمان باختم. چرا باختیم اینو؟ چرا اینو باختیم؟ من اصلا شکست رو قبول ندارم. اینا با پول بردن منو. با پول بردن. هی لعنت بهتون منو با پول بردید. پیکا حاجی نگاه به من چی میده به اون چی میده. دمت کم هستن. سوپرسل واقعا دوست دارم. پشمام دارت گوبلین چقدر خیاری اونو حذفش کرد. میشه به بازی مکسیر بگیرم. آخ باختیم. دوتا مهم نیست خیلی. دوتا و یه دونه مهم نیست ولی یه میبینید طرف 6 تا کارتاش میمونه تو زمین. اوکی آقا یه مشکلی پیش آمد من مجبور شدم یک لحظه ویدیو را قطع بکنم. اوکی اینم میزنیم. اینم میزنیم.
ای بر پدرت لعنت بندیت. بابا بندیتو بزن. عجب خریه. بندیتو بزن. بندیت تنهایی نمود ما رو. الان یه دش دیگه میزنه. بیا اشک تو لیول کارت یکه چته. آخسون گابلین ماشین جلاد رو میفروشیم. اینم میفروشیم. دارت رو میگیریم. مگانایتمون رو لول 2 میکنیم. آرچر میگیریم. این دارم پخش میکنیم و مسو به شدت خیاری میبریم. بزن نمیدونم واقعا باید چی بگم. نه راجب بابا اون بندیت حاجی بندیت نموده ما رو. بزنید اون بندیت پدستگو. بندیت دهن ما رو سرویس کرده. بزنیدش دیگه. اوکی گوبلین ماشین رو بدیم. اسپیر گابلین. او باید چه خوبی داره بهم میده. راضیم. فقط مگانایت رو بدیم. دارت گوبلین یا گوبلین ماشین رو گوبلین ماشین رو بدیم خیلی بهتره. اوه این بعده ناس که بده. بابا اون بندی دهن ما رو سرویس کرد. نگاه چه جوری میزنه آخه. مرسی از مگانایت با غیرت. بزن تو گوشش. مرسی مگانایت با غیرت. اوه آجی پشما. چی رو بیارم؟ اینو بز بیارم. همچنان صبر کنیم. این هم میزنیم. این هم سالنش کاری نداره. گوبلین ماشین. ای پیکا چرا رفت اون بر. پیکا چرا یه لحظه رفت اون بر. حاجی پشمان واقعا به گوبلین ماشین لول 3 ستاره دیگه در اصل. خیلی سوپر لعنتی. من گلدن رو بگیرم که بعدش بتونم بفروشمش. چقدر جالب. دارت گوبلین دردم نمیخورن. اصلا میدونی اسپیر گابلین دیگه قراره بهم بده. سرم این اسپیر گابلین ها رو نمیفروشم که بعدش بتونم با قیمت نجومی تری بفروشمشون. این محصول ببریم که ببازیم فرق نداره ولی احساس کنم که بدجور می‌ذاریم تو گوش حریفمون. به لطف اون گوبلین ماشین لول 3 ستاره لعنتی. حاجی چقدر بد زدم اینو. بد زدم. خیلی این گوبلین ماشین لعنتی کارت سوپریه. آقا میرم یه لحظه دیگه برمیگردم. دوستان ما باز مکانمون رو عوض کردیم ولی تو حیاط دارم ویدیو میگیرم و نمیدونم که آیا سر صدا قراره بیفته یا نه ولی امیدوارم که نیفته. اوکی. این مچ رو میبازیم دوباره. برای اینکه اکسیر بیشتر بگیریم. اسکیر چی بود من گفتم؟ ای صدای سوسک داره میاد. صدای سوکس. هوا هم گرم نی. هوا داغه لامصب. الان به هوا بگیم گرم انگار بهش فوش دادیم. اوکی. گولدن نایت. ایو پشمانم. با چه سرعتی آجی لول کارتامون رفت بالا. پشمام.
اینو میبریمش کلاس بمب اون اسکلتون جاینت. ببخشید ابیلیتی گلدن نایت همش به ترک. مرسی اوکی. ای چه باگ مزخرفی خورده برای من این حریفم. این جاینت به درم نمیخوره، با این بزنمش. جاینت به درم نمیخوره، با مگانت بیارم تو ترکیب. ایول مرسی از گلدن نایت با غیرت. اوه چقدر بد زدم اینو، خیلی اینو بد زدم خدا وکیلی. اومدم اینجا یه مقدار انرژی خوابید به خاطر گرما، ولی خب سعی می‌کنیم انرژیمون رو حفظ کنیم. من ببینم حریفمون چی داره. اوکی من پرنسس رو بگیرم مثل که از دور بزنه. خب و الان واقعا یه ترکیب مزخرفی داریم که اصلا خودم هم قبولش ندارم، ولی کارش نمیشه کرد. فعلا اکسیر نداریم و با همین ادامه بدیم. بزنید. من واقعا پتانسیل ترکیبم نمیبینم، ولی واقعا دارم بد دهن حریفمو سرویس میکنم. مگانایت پرنسس. ببینیم این حریفمون چیکار میکنه. بشینم رو دبه بچه‌ام، بشینم رو دبه براتون. خالیه که این پشمام ریخیل است. اوکی ابراده رو ثبت میکنیم. چرا آورد تو اونو؟ یا حسین حاجی پکا لول 3 شه. اینو نگاه ازم میشه ابیلیتی تو استفاده کنه. گلدن نایت پدست سگ. حاجی جواب بد باختم اینو. من چقدر من اینو بد باختم، افتضاح باختم اینو خدا وکیلی. عجیب غریب بد بود اصلا. اب نداره پرنسس رو بدیم لول 2، بومبر رو بدیم لول 3، نایت رو بگیریم. اکسیر ندارم. اوکی من میتونم اینو به 7 اکسیر میده بهم. اونو صرفا برای این گذاشته بابا یه چه درست حسابی بده بهم. لعنت بهت. یکی از بهترین کارتامو سر هیچ و پوش به فنا دادم. بومبر لول 3. خب نداره با یه حریف مرده قراره کار بکنیم و خیلی مزاحمتی برامون ایجاد نمیکنه. اوکی این فریوین مزخرف برای جمع کردن اکسیر. اوکی اینم زد. خیلی لول 3 پکاش قراره اذیت هم بده. گوبلین جاینت بابا لعنت بهت، از ته دلم میگم لعنت بهت. بومبرم احساس کنم نباید میدادم. البته با همین بریم دیگه، نمیدونم کارش میشه کرد نمیشه کرد و با همین ادامه بدیم فعلا. اون پکای کوفتش خیلی بد میزنه. خب اینو جابجاش کنم که چون پکاش وسطه حداقل پکاش دمیجی بخوره. آره بابا لعنت به چرا دست زدی اون پرید رقب. نگاه پکای لول 3 آورده، خیالش از بابت تانک راحته، بعد فقط داره نیروهای کاور استفاده میکنه. بعد الان جاینت اسکلت منم کشود اینور، الان این خیار چنبل ما میبازیم. البته اون اگه به ترکه خیلی خوب میشه.
ددم بیشتر چی خبره؟ پشمام چجوری اونقدر یهویی زد؟ زارت و زورت داشت میزد. اشک اب نداره. عاشق اینم همینجا گیر کردم و از اینجا بالاتر نمیتونم برم. اینش خیلی رو مفه، یعنی نگاه همین گیر کردم، همین رو نمیتونم برم. البته 7 تا دیگه میخوام که از شر این بخش کوفتی خلاص شم، برم آررای بالاتر. آخه 6 نفره الان به چه درد من میخوره؟ پدر سوخته. اب نداره که بکنم جمع کردن اکسی رو باید بیخیالش بشیم، باید با همین ادامه بدیم. بزن پرنس با غیرت، بزنه پرنس با غیرت. بزن آیت هم کتک خور شد و بنازم. اینم ویدیو، یعنی اینم مچ آخر باشه، بعدش ویدیو رو ببندیم بریم به کار و زندگیمون برسیم. قبل ماشین رو میارم. قبل ماشین کارت ساپورت ندارم. خب فعلا هم به دردم نمیخوره کارت ساپورت، یعنی فعلا دارم رو بهتر کردن تانکام تمرکز میکنم. همچنان مرسی از پرنس با غیرت. بابا این بندیت کوفتی چقدر دشت میزنه؟ بمیر. البته فقط دشت میزنه، کارت معطل میکنه، هیچ گوه دیگه ای نمیخوره. باید این بندیت بیارم تو ترکیب، خیلی سوپره. باید این راهزن بیارم تو ترکیب، بندیت راهزن. کارت ساپورت الان داریم، نه تانک خفن دیگه هم میتونیم داشته باشیم. مهم حریف چی داره. ما در اینجا نیاز به کارت ساپورت داریم، چون تانکامون همین الانش کارت های خوبی هن. یعنی تانکامون همین الانش تانک های خوبی هن. یکم باید ساب کنم، بعد این مچ کارت کوبی رو بدم 2 ستارهش کنم. 2 ستاره لول 2 هرچی شما بگید. یا ابوالفضل بزن بزن بزن. حاجی نایت چرا نمیمیره؟ مرد. یعنی فقط کافیه بگیم چرا چنان اتفاقی میفته، چنان اتفاقی نمیفته، همون لحظه انمون کنه. و اسپیر گابلین به چه درد من میخوره آخه لاشی. ببین اسپیر گابلین رو میگیرم فقط به خاطر اینکه قیمت بیشتر بفروشمش. اوکی صبر میکنم، چون الان کارت زیادی در آستانه لول بعدی دارم. من کارت ساپورت نداره، به تو بنزید بعد برمون سرویس میکنه. نه همین یه دونه بندیتش دهنمون رو داره سرویس میکنه، چی برسه به 2 تا بندیت که بندش همون اول بسم الله هست کردیم و بنازم. داداشمون هم باید بده خونهشون. بی بی اسم یارو بی بی حاجی. بابا اسپیر گابلین نده، به درم نمیخوره. زبان نفر اینو میگیریم که اینو بخریم که این کارت ها به سریعتر و بهتر بچرخن. بابا لعنت بهت بده کارت درست حسابی دیگه. اما فعلا به درم نمیخوره. بندیت رو بیارم که دشت بزنه فقط. منم اینجا میذارم. اوکی بزن اینکه بندیت نیازی به دوخیز برای دک زدن نداره. اوف پشمام. این مچه به بازی مایه میشه. خب نباختیم مایه نمیشم. اون مایه شد. برو بالاخره دارم بعد حدودا 1 ماه از این آررای مزخرف بیام بیرون. ها کوفت دیوس بندیت. آخسون نایت لول 3.
آفرین گوبلین زاینت. نمیدونم چی داری تو. اوکی. صبر میکنم ببینیم این متن چه کارش میکنیم. چقدر گوبلین ماشین داریم. همش داریم با موشک همو میزنیم. موشک باران بزنید بنازم به این هم خیلی خوشم میاد. هم اوکی بنازم. خیلی حیفه تو این چیزه نمیشه بی ام کرد. احساس کنم این بی ام داشته باشه خیلی بالتر میشه. خیلی بیشتر میتونیم حریفامون رو اذیت کنیم. اوکی اینم از ویدیوی امروز. مطمئنم که ازش لذت نبردید ولی خب تو کامنت ها بگید که لذت بردیم و لایک و سابسکرایب هم لطفا فراموش نشه. آقا بزنید دیگه خدا وکیلی اذیت هم ندید. من دارم زحمت میکشم من دارم فشار میخورم بعد ما یه لایک و ساب نمیزنید. خدا وکیلی زشته. آقا به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار و یاورتان. خدا نگهدار.